اللهم صل على محمد و آل محمد. مهمانی، بزرگترین برنامه قرآنی تاریخ رسانه‌ای افغانستان. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. این برنامه که در بزرگترین استدیوی تلویزیون تمدن تهیه و تولید گردیده، قرار است از اول ماه مبارک رمضان از این رسانه و صفحات مجازی آن نشر گردد. مسئولان در تلویزیون تمدن میگویند قرآن کتاب زندگی است و ماه رمضان فرصت ویژه تا هرچه بیشتر متن زندگی را با این کتاب مقدس گره بزنیم. همین مسئله نقطه سرآغازی بود در تمدن برای شکلگیری ایده قرآنی در قالب یک برنامه بزرگ تلویزیونی. این برنامه به نوعی مشابهت داره با اون برنامه‌های قبلی که ترویج فرهنگ قرآن هست و تفاوتش در این هست که در سطح بسیار استاندارد و حرفه‌ای و با محتوای بیشتر، با جذابیت‌های بصری بیشتر تولید شده و میتونیم بگیم در نوع خودش بی‌نظیر هست. در برنامه مهمانی بیشتر توجه روی این صورت گرفته که ما بتوانیم با استفاده از ماه مبارک رمضان جامعه افغانی که یک جامعه ارزشی و دینمدار هست، جامعه بیشتر قرآنی بسازیم، عطر معنویت قرآن را در فضای جامعه گسترش بدیم و از این منبع بزرگ وحیانی و الهی بتوانیم بیشترین استفاده را برای تزریق معنویت در جامعه استفاده بکنیم و بهره بگیریم. برنامه مهمانی که در بخش‌های مختلف تلاوت، تفسیر، سخنرانی، مناقب‌خوانی و هنرهای آیینی قرآنی تهیه و تولید گردیده، فرصتی را فراهم ساخته است تا مفاهیم غنی قرآنی بیش از گذشته و برای اقشار مختلف جامعه ترویج گردد. دستاندرکاران تلویزیون تمدن خواستن با نشر و ضبط و نشر چنین برنامه‌هایی را بسازن که همه اقشار ملت خود در او برنامه ببینن. این احسنتم لانفسکم. 250 سوژه قرآنی موضوعات این برنامه را تشکیل می دهند که در 3 بخش مرتبط با 3 دهه ماه مبارک رمضان تقسیم بندی شدند. مهمانی شامل 30 قسمت است که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. این بخش‌ها شامل تلاوت آغازین، منقبت و نعت‌خوانی، نونهالان قرآنی، حافظان قرآن کریم، تلاوت مجلسی، مداحی، هنر آیینی و سخنرانی می باشد. در این ماه مبارک رمضان